آیفون 17 اومده و همه میگن باید بخریمش. اما قبل از اینکه کارت بانکیتون رو بسوزونید، بیایید با هم بررسی کنیم که ببینیم آیا واقعاً ارزشش رو داره یا نه. آیفون 17 تاریخ عرضه 19 سپتامبر 2025، باتری 4500 میلی آمپری، نمایشگر 120 هرتز، چیپ A19، رنگ‌های مشکی، سفید، خاکی، آبی تیره و نارنجی. شیائومی 14 اولترا تاریخ عرضه فوریه 2024، نمایشگر 120 هرتز، روشنایی فوق‌العاده، رنگ‌ها مشکی، سفید، آبی، دوربین اصلی 50 مگاپیکسل، باتری 5000 میلی آمپری و شارژر سیمی 90 واتی. ویوو X100 پرو تاریخ عرضه نوامبر 2023 و دوربین 50 مگاپیکسلی با کیفیت عالی، باتری 4800 میلی آمپری و رنگ‌های مشکی، آبی، نارنجی. هانر ماجیک 6 پرو ژانویه 2024 عرضه شده. باتری 5000 میلی آمپری داره و چیپ نسل 3، رنگ‌های مشکی و سبز. فون 3A ژوئن 2025 عرضه شده. رنگ‌های سفید و مشکی داره، وزنش 218 گرمه و ویژگی‌هاش طراحی شفاف و خاص، دوربین 50 مگاپیکسلی و باتری 5000 میلی آمپری داره. دلیل برتریش قیمت بسیار پایین‌تر و طراحی متفاوتشه. ایسوس ROG نسل 8 ژانویه 2024 وارد بازار شده. رنگ‌های مشکی، وزن 245 گرم، نمایشگر 165 هرتز داره، باتری 6000 میلی آمپری و چیپ نسل 3. دلیل برتریش مناسب گیمرها با نمایشگر سریع و باتری بسیار قویشه. به نظر شما بین این سه تا کدومشون میتونن در مقابل باتری آیفون 17 حرفی برای گفتن داشته باشن؟ شما حداقل چند ساعت بیشتر در روز میتونید از گوشی ایسوس با 6000 میلی آمپر قدرت باتری استفاده کنید. آیفون 17 در مقابل ایسوس مثل یک چراغ‌قوه کوچیک عمل میکنه. باید بهتون بگم که شارژر آیفون با 20 وات مثل یک خرچنگ آروم عمل میکنه. در مقابلش کدوم یک از این گوشی ها میتونن 90 وات رو فقط توی 20 دقیقه پر کنن؟ شیائومی، ویو و ایسوس قابلیت اینو دارن. یادتونه وقتی میگفتن آیفون میتونه روی ماه زوم کنه؟ اگه دنبال یه عکس واقعی از ماه هستید، یا باید تلسکوپ دستتون بگیرید یا یه گوشی ویوو X100 پرو که میتونه واضح ترین و شفاف ترین تصویرها رو از دورترین نقطه‌ای که ازش فاصله دارین رو داشته باشین. نمایشگر آیفون 120 هرتزه، اما نمایشگر ایسوس ROG 865 هرتزه. بازی کردن با این مثل سرعت نور میمونه. آیفون 120 هرتزی در مقابل ایسوس مثل دویدن با کفش عتیق است. و اما اگر دنبال گوشی جدیدتری از شیائومی هستید، میتونم بهتون بگم که شیائومی 15 اولترا هم وارد بازار شده. جنبندی اینه که اگر دنبال گوشی هستید که باتری قوی تری داشته باشه، شارژر سریع تری داشته باشه و امکانات متنوع تری داشته باشه، خیلی گزینه‌های بهتری از آیفون 17 جلوی روتون هست. آیفون 17 برای طرفدارای اپل خیلی خوبه، اما اگر دنبال فناوری بهتری هستید، گزینه‌های بهتر از اون میتونه مثل شیائومی، ویوو، ایسوس و ناتینگ باشه.
اگر از این ویدیو خوشتون اومد خیلی خوشحال میشم که لایکش کنید. هر نظری که داشتید حتما توی کامنت ها برای من بنویسید، همشون رو با دقت میخونم و جواب میدم. و این رو هم بهتون بگم هفته دیگه یه ویدیو جالب از سلبریتی ها و غذاهای مورد علاقه شون داریم و میخوایم عجیب ترین غذاهای مورد علاقه شون رو با هم دیگه انتخاب کنیم.